وقتی که تاجیکستان در خاک و خون نهان سهراب مدیا تقدیم میکنه. فرمان روای مطلق دورنده کمان بود. پیر و جوان کشور لرزان ز بیم جان بود. سرسان و خانه ویران از دست جاهلان بود. تو آمده به میدان ای پیشوای ملت، گشته به روز سختی مشکل کشای ملت. ای قهرمان ملت، زور و توان ملت، گردیدرش پیوند جانت به جان ملت. در دوره که مردم افتاده بود به خواری، وقتی که طفلکانش بودند به نهاری، میخورد اهل زحمت کنجاره و جواری. میرفت سوی هر در با ناله و بزاری، با سوز در کرده راز و نیاز ملت. از مرگشان رهانده ای چاره ساز ملت. ای جان نثار ملت، ای بختیار ملت، جهد زیاد کرده در کارزار ملت. از یادها نرفته روز سیاه تاجیک، اون دوره مخوف و حال تباه تاجیک. در سینه هاست باقی پرسوز آه تاجیک. صد شکر گشته روشن امروز راه تاجیک. امام علی رحمان از توست بخت ملت، 100 سال زنده باشه بالای تخت ملت. ای پیشوای ملت، هستی بقای ملت. ای قهرمان ملت، جانی به جان ملت.